در شهر کیف پایتخت اوکراین مراسم ویدا با رادیون دبرداموف یک عضو نیروهای مخصوص برگزار شد که او در عملیات علیه جدایی خواهان در شهر ماریوپول کشته شد. در این جنگ در روز 9 می همچنین تقریبا 20 نفر از جدایی خواهان طرفدار روسیه به هلاکت رسیدند. بعد از این نیروهای اوکراین از ماریوپول عقب نشینی کرده و عملا این شهر را تحت نظارت جدایی خواهان تندروی روسیه گرا گذاشتند. در پاکستان هزاران نفر از طرفداران عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف در شهر اسلام آباد تظاهرات کردند. خودی ضمن سخنرانی در این تظاهرات مقامات حکومتی را به تقلب‌کاری در انتخابات پارلمانی سال گذشته متهم کرد و خواستار استعفای اعضای کمیسیون انتخابات پاکستان شد. او همچنین رهبران حکومت پاکستان را برای بی‌قاب شدن پول ملی و کمبود نیروی برق در کشور تنقید کرد. در قرقیزستان حدود 300 نفر از ساکنان ولایت بادکن در نزد قرارگاه حکومت تظاهرات کرده و خواستار حل مشکلات در مرز با تاجیکستان شدند. آنها طلب داشتند که رئیس ولایت استعفا دهد زیرا نتوانسته است به بحث و کشمکش‌ها در بین ساکنان روستای مرزی قرقیزستان و تاجیکستان خاتمه دهد. تظاهرات در بادکن در روز صورت گرفت که مقامات دو کشور در شهر دوشنبه راه‌های حل بحث‌ها در مرز را بررسی می‌کردند. در عراق ماموران پلیس شهر فلوجه گفتند که بعد یک هفته نبردهای شدید جنگجویان سازمان دولت اسلامی عراق و لونت را از ناحیه امیریه راندند. با گفته پلیس محله فلاحت در کنار شهر فلوجه را نیز از حضور تندروان پاک کردند. صدها نفر از ساکنان شهر فلوجه از ترس جنگ خانه‌هایشان را ترک کرده و در نزدیکی شهر رمادی پناه بردند و سازمان هلال احمر با آنها کمک‌های خیریه تقسیم می‌کند. در سوریه معرکه ترغیباتی انتخابات ریاست جمهوری روز 3 ایون شروع شد. روز 10 می دادگاه کنستیتوسیونی سوریه اعلام کرد که 3 نفر از جمله بشار اسد رئیس جمهوری فعلی سوریه حق شرکت در انتخابات را به دست آوردند. رای دهی در مناطق شمالی و مرکزی سوریه که در تصرف شورشیان مخالف حکومت است برگزار نمی شود. پایان اخبار از رادیوی آزادی.